خنده شیطانی بازار، یعنی وقتی بازار با نوسانات و رفتارهای غیر منتظرش تریدرها رو گیج و سردرگم میکنه. اون لحظه ای که تریدرها فکر میکنن همه چیز رو فهمیدن، اما بازار ناگهان همه پیشبینی هاشون رو به هم میریزه. مثل خنده ای است که بازار به تلاش های بی موقع و عجولانه تریدرها میزند. یادآور این است که بازار همیشه قابل پیشبینی نیست و باید با هوش و صبر واردش شد. سلام، من راضیه هستم. خوش اومدید به کانال کتاب و تجارت. خلاصه کتاب خاطرات معامله‌گر سهام رو کمی امروزی تر و با نکات کاربردی و روانشناسی براتون آماده کردم. با من همراه باشید. جسی در مسیر معامله‌گری اشتباهات زیادی کرده بود، اما یاد گرفت که رمز موفقیت نه نادیده گرفتن اشتباهات، بلکه یادگیری از آنهاست. تو این فصل جسی روش‌های جدیدی یاد گرفت تا اشتباهاتش رو بشناسه و سریعتر اصلاح کنه. او فهمید باید احساساتش رو کنترل کنه، از تصمیم‌های احساسی دوری کنه و همیشه طبق برنامه عمل کنه. جسی متوجه شد که ضررها بخشی از مسیرند، اما اینکه چطور با آنها برخورد می‌کند تفاوت یک معامله‌گر موفق و یک بازنده را رقم می‌زند. این فصل به جسی کمک کرد تا مسیرش را با اعتماد به نفس و تجربه بیشتری ادامه دهد و از اشتباهات پله‌های ترقی بسازد. جسی در بازار سهام تجربه پیدا کرده بود، ولی حالا وسوسه‌های بازارهای جدید سراغش اومد. بازارهای آتی، پنبه، گندم، ذرت وارد دنیایی شد که قوانینش فرق داشت. با خودش فکر کرد همون مهارتی که تو سهام داشتم اینجا هم جواب میده، اما خیلی زود فهمید بازار جدید رفتار جدید میخواد. با همون سبک قدیمی وارد شد و ضرر کرد. درس مهمی که گرفت این بود قبل از ورود به هر بازار جدید باید قوانینش رو یاد بگیری، تجربهش کنی، بعد تصمیم بگیری. بازارها مثل آدم‌ها هستن، هر کدوم خلق و خوی خودشون دارن. جسی بعد از چند معامله موفق تو بازار آتی دوباره اعتماد به نفسش زیاد شد، اونقدر زیاد که تبدیل شد به اعتماد به نفس کاذب. با خودش میگفت من دیگه همه چی رو بلدم، بازار بازیه که من قوانینش رو نوشتم. با سرمایه بالا وارد معامله شد، بدون حد ضرر، بدون برنامه، اما بازار همیشه راه خودش رو میره. یه حرکت ناگهانی همه سودهای گذشتش رو با خودش برد. اون روز یه جمله تو ذهنش حک شد: بازار جایی برای غرور نداره، فقط برای نظم و احترامه. فهمید که بزرگترین دشمن یک تریدر موفق غروره و اگر مراقبش نباشه خیلی بی صدا میاد و همه چیز رو خراب میکنه. بعد از ضرر سنگینی که جسی از غرورش خورد مدتی از بازار فاصله گرفت، نه برای فرار بلکه برای فکر کردن، برای ترمیم ذهنش. اون یاد گرفت که گاهی بهترین معامله هیچ معامله ای نیست. بازار همیشه فرصت میده ولی عجله همیشه همه فرصت ها رو میسوزونه. شروع کرد به رصد کردن بازار بدون اینکه معامله کنه، فقط نگاه، فقط تحلیل و منتظر لحظه ای شد که نشونه ها همه با هم هماهنگ باشن. وقتی بالاخره وارد شد آروم، با برنامه و با اعتماد و سود خوبی گرفت. جسی فهمید که در دنیای معامله‌گری صبر یه مهارت نه ضعف و معامله‌گر واقعی کسیه که میتونه صبر کنه تا وقتش برسه. مسیر معامله‌گری مسیری تنهاست. نه خانواده‌اش، نه دوستاش، نه حتی سرمایه گذارهایی که باهاشون کار میکرد. هیچ کس واقعا درک نمیکرد که تو ذهن معامله‌گر چی میگذره. گاهی سود میکرد ولی حسش خالی بود، گاهی ضرر میکرد ولی نمیتونست با کسی در میون بذاره. اون یاد گرفت که باید با ذهن خودش کنار بیاد، با ترسهاش، با شکهاش، با وسوسه هایی که فقط خودش میدید. یاد گرفت یه معامله‌گر واقعی قبل از هر چیز باید با خودش دوست بشه و بتونه تو سکوت، تو تنهایی تصمیم درست بگیره، چون بازار از تو دلجویی نمیکنه.
خیلی ممنون که تا اینجا همراه ما بودید. اگه دوست داشتین این کتاب رو کامل بخونم حتما توی کامنت ها بهم بگید نظرتون درباره این خلاصه چیه. سابسکرایب یادتون نره، قسمت های بعدی رو دست ندید. موفق باشید و پرسود.